Hello everyone. سلام دوستان عزیزم. حالتون چطوره؟ I hope you're doing well. امیدوارم که حالتون عالی باشه. در این جلسه in this session I wanted to talk about or I wanted to speak about never and ever in present perfect tense. در این جلسه میخوام که در مورد کاربرد کلمه‌های never و ever در زمان حال کامل براتون توضیحاتی رو ارائه بدم. First of all, we start the adverb ever. اول از همه از قید ever شروع میکنیم. خب دوستان از نظر شما ever چه معنی رو داره؟ ever معنی هیچ وقت یا تا به حال رو داره که اگه بخوایم در زمان حال کامل از کلمه ever استفاده بکنیم این تعریف رو داره که برای صحبت کردن در مورد اتفاقاتی است که بیش از یک بار یا چندین بار در زندگی اتفاق افتاده است. اول از همه میخوام که دو نکته در مورد کلمه ever رو بهتون بگم. نکته اول اینه که کلمه ever برای اشاره به زمان نامشخصه. نکته دوم اینه که کلمه یا قید ever adverb ever در زمان حال کامل we use of ever in question sentence یعنی از قید ever در جملات پرسشی در زمان حال کامل استفاده میکنیم. این دو تا نکته خیلی مهمه که باید بدونیم. خب بریم سراغ فرمولی که ever قید ever در زمان حال کامل داره و ما باید از اون فرمول پیروی بکنیم. اینه که اول فعل کمکی میاد که گفتیم که ever در جملات پرسشی استفاده میشه و اول از همه از فعل‌های کمکی have و has استفاده میکنیم. بعد subject یا همون فاعل فاعل I, he, she, it, they, you, we, they اینها. بعد plus ever plus pp یعنی یا همون past participle یا قسمت سوم فعل. پس ما طبق این فرمول متوجه شدیم که از کلمه ever در جملات پرسشی استفاده میشه و کلمه ever بعد فاعل ما در جمله میاد، یعنی اول فاعل میاد بعد از قید ever استفاده میکنیم. و یک نکته مهم دیگه ای هم که هست فاعل هایی که اینه که حتما همتون میدونید ولی من میخوام که بهتون یادآوری بکنم. اینه که فاعلی مثل he, she, it با فعل کمکی has میاد. فاعل هایی مثل I, you, we, they با فعل کمکی have میاد. گفتم که بدونید و این یک نکته حائز اهمیت. خب بریم سراغ یه چند تا مثال که بهتر متوجه بشید. So let's go to start. مثال اول نوشته که Have you ever been to Paris? Have you ever been to Paris? آیا تا به حال به پاریس رفته ای؟ آیا تا به حال به پاریس رفته ای؟ اینجا از فاعل you استفاده کرده، بعد فعل کمکی have رو آورده و بعد گفتیم که ever در جملات پرسشی بعد از فاعل استفاده میشه. یعنی اینجا فاعل رو اول آورده بعد از کلمه ever استفاده کرده که به معنی تا به حال یا هیچ وقته و میشه Have you ever been to Paris? آیا تا به حال به پاریس رفته ای؟ این از مثال اول. بریم سراغ مثال دوم. گفته که Has she ever eaten noodles? Has she ever eaten noodles? اینجا از فاعل she استفاده کرده و فعل کمکی has رو آورده has she و گفتیم که بعد فاعل از ever استفاده میکنیم has she ever و فعل اصلی ما که eat هست باید قسمت سوم فعل باشه، یعنی همون past participle که eat قسمت سومش میشه eaten. و ادامه جمله Has she ever eaten noodles? آیا آیا او تا به حال نودل خورده است؟ که این هم میشه معنیش. بریم سراغ مثال بعدی، یعنی مثال آخرمون. گفته که Have we ever seen each other?
Have you ever seen each other؟ بعد از فاعل از ever استفاده کرده. Have you ever seen each other؟ آیا تا به حال همدیگر را دیده ایم؟ each other میشه همدیگر. آیا تا به حال همدیگر را دیده ایم؟ و همین دیگه. این هم از مثال ها. فقط برای اینکه بخوایم جواب بدیم به این سوال ها، مثلا اولی که گفته have you ever been to Paris با فاعل you شروع کرده، ما اگه در کل که بگم have و has yes no question، سوال های yes no question هستید، یعنی جواب کوتاه داره. و اینجا اگه بخوایم yes بگیم میگیم yes I have، اگه بخوایم no بگیم میگیم no I haven't. و بعدی گفته که has she ever eaten noodles؟ اگه بخوایم yes بگیم میگیم yes she has، یعنی طبق سوالی که پرسیده ما طبق اون سوال جوابمون رو میدیم. Yes she has، no she hasn't. و بعدی have we ever seen each other؟ Yes we have، no we haven't. و همین دیگه. این هم از کاربرد کلمه ever. حالا بریم سراغ کاربرد قید never. خب حالا اومدیم سراغ قید never. قید never adverb به معنی هیچ وقت یا هرگز معنی میشه، یعنی این دوتا معنی رو با هم میتونه داشته باشه. و یک تعریفی که در زمان حال کامل کلمه never داره اینه که برای صحبت کردن در مورد تجربیاتی است که در زندگی اتفاق نیفتاده، یعنی اصلا چنین چیزی وجود نداشته. و یک نکته مهم در مورد کلمه never هست و اونم اینه که never وقتی که در یک جمله بیاد اون جمله رو به طور کامل منفی میکنه و دیگه لازم با آوردن کلمه not نیست. این هم یک نکته مهمه که باید حتما بهش توجه بشه. خب بریم سراغ فرمولی که never داره و ببینیم که در کجا استفاده میشه در زمان حال کامل. اول از همه subject plus have or has plus never plus pp و ادامه جمله. پس چیزی که متوجه شدیم در این فرمول اینه که قید never اول از فعل کمکی have یا has استفاده میکنیم با توجه به فاعلمون، بعد از کلمه never استفاده میکنیم. حالا بریم که مثال ها رو ببینیم که بهتر متوجه بشیم. The number one is that I have never visited France. I have never visited France. خب ببینید دوستان، اول از سابجکت I استفاده کردیم، یعنی فاعلمون I هست و با توجه به فاعلی که داده از فعل کمکی have یا has استفاده میکنیم. وقتی که I اومد از have استفاده میکنیم و بعد اگه بخوایم کلمه never رو به کار ببریم و جملهمون رو کاملا منفی بکنیم از کلمه never استفاده میکنیم. و قسمت سوم فعل ما که فعل اصلی ما visit هست، وقتی که بخوایم قسمت سومش رو بنویسیم میشه visited. پس میشه I have never visited France که میشه من هرگز به فرانسه نرفته‌ام یا من هیچ وقت به فرانسه نرفتم. اینجا گفتم که معنی هرگز یا هیچ وقت رو. بریم سراغ مثال بعدی. گفته که nobody has never been like me. Nobody has never been like me. یعنی که هیچ کس تا به حال شبیه من نبوده است. از فاعل nobody استفاده کرده، یعنی هیچ کس. از has استفاده کرده، فعل کمکی has. و بعد از has از never استفاده کرده. وقتی که never رو آورده معنی جمله ما رو کاملا منفی کرده و گفته که هیچ کس تا به حال شبیه من نبوده است. never been like me. و مثال آخر اینه که گفته he has never lost a match. He has never lost a match. او تا حالا یک مسابقه رو نباخته است. از فاعل he استفاده کرده، بعد با توجه به فاعل ما فعل کمکی has رو آورده، بعد از never استفاده کرده و قسمت سوم فعل ما که شده he has never lost a match. و در آخر
یک نکته خیلی مهم رو که میخوام که در مورد never بهتون بگم اینه که در بالا هم بهتون گفتم ولی گفتم که بیشتر در موردش تاکید بکنم که در ذهنتون باقی بمونه. هیچ وقت کلمه never یا قید never رو با not استفاده نکنید. چرا؟ چون که گفتم never خودش معنی جمله ما رو منفی میکنه. دیگه نیازی به بودن کلمه not نیست. مثلا اگه بگیم I haven't یا I have not never been to Italy، این جمله ما کاملا اشتباهه. چرا؟ چون که I haven't رو آورده، not رو آورده، بعد به علاوه not never رو هم آورده. خب ما وقتی که never معنی جمله ما رو منفی میکنه دیگه نیازی به بودن کلمه not نیست. پس این جمله کاملا اشتباهه. و جمله درست ما اینه که گفته اینه I have never been to Italy، یعنی اصلا not رو نیاورده، never رو آورده. I have never been to Italy، من هرگز در ایتالیا نبودم. و همین دیگه. این هم از کاربرد قید never و ever. امیدوارم که کاربردی باشه براتون و دوست داشته باشید. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً کانال ما رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو فعال بکنید که به محض ارائه ویدیو جدید خبردار بشید. و همین دیگه. Take care. Goodbye.